این کانال تلگرامی هستش که به نام دکتر امیر طاهری وجود داره در تلگرام و همونطور که می‌بینید عکس‌ها و مطالبی رو در خصوص شاهزاده بهرام پهلوی که یکی از شاهزادگان خاندان پهلوی هستن رو اینجا نشون داده، مطالبی در موردش نوشته شده. خب دوستان، در مورد دکتر امیر طاهری داریم صحبت میکنیم، کسی که به عنوان روزنامه‌نگار ارشد سالهاست که در رادیو و تلویزیون های مختلف ازش دعوت میشه و به تحلیل های خودش در این برنامه ها میپردازه و خب رزومه‌اش رو خیلی از شما میدونید و نیازی به معرفی بیشتر نداره، ولی حالا یه مختصری من بخوام ارائه بدم در مورد ایشون سردبیر روزنامه کیهان در قبل از انقلاب بودن و به زبانهای مختلف هم در سالهای اخیر و کلاً از سالهای بعد از انقلاب مشغول به نگارش مقالات مختلف به زبانهای مختلف بودن در مجلات مختلف. و الان در این ویدیو ما میخوایم به ذکر چند تا از تفکرات و دیدگاه‌های ایشون بپردازیم، علل خصوص در خصوص پادشاهی مشروطه و رضا پهلوی یا شاهزاده رضا پهلوی. خب برای کسانی که اخبار رو دنبال میکنن عرض کنم که موضوع از زمانی شروع شد که کنفرانس مونیخ برگزار شد و این کنفرانس اگه خاطرتون باشه چند ماه قبل از خیزش دیما اتفاق افتاد. خب در اون کنفرانس دکتر امیر طاهری خودش اعلام کرد که نرفته با اینکه ازش دعوت شده. خب ایشون انتقاداتی از تیم شاهزاده داشتن، احتمالاً از اینکه در ارتباط هستن با سازمان نفتی و سیاست‌های سازمان نفتی و یا شاید از سعید قاسمی نژاد و امیرحسین اعتمادی انتقاداتی داشته باشن. و اینکه مسئله مهم دیگه‌ای که عنوان شد از طرف ایشون این که ایشون معتقده که ما باید برگردیم به همون قانون اساسی پادشاهی مشروطه و استدلال ایشون هم این هستش که در زمانی که جمهوری اسلامی در اون مرحله سرنگونی و در اون تایمی که نیاز هست که ما یک دولتی به هر حال داشته باشیم در زمان استقرار دولت موقت، ما بالاخره باید یک قانونی داشته باشیم و ایشون اعتقادش بر این هستش که ما میتونیم رجوع کنیم به قانون پادشاهی مشروطه قبل از انقلاب 57 و هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد و بعداً میتونیم در اون اصلاحاتی به وجود بیاریم، حتی میتونیم پادشاهی رو به رفراندوم بذاریم، چرا که این قانون اساسی دست ما رو باز گذاشته برای هر گونه اصلاحات. خب در همون موقع بود که شایعاتی هم مبنی بر این که ایشون از پادشاهی یکی از اعضای خاندان پهلوی به نام شاهزاده بهرام پهلوی حمایت میکنه و من هیچ جایی پیدا نکردم که رد و اثری باشه از اینکه ایشون همچین حرفی و همچین صحبتی کرده باشه. اما گشتم و دیدم یک کانال تلگرامی هست به نام ایشون و البته من همینجا اعلام میکنم خودم به شخصه این رو به عنوان اینکه رفرنس باشه و 100% تایید شده باشه نمیتونم اینجا تایید بکنم تا زمانی که خود آقای امیر طاهری اعلام بکنن که این کانال تلگرامی مربوط به من هستش و تمام مطالبی که در اون ارائه میشه با تاییدات من اونجا آپلود میشه. در حال من این کانال تلگرامی رو پیدا کردم و مشاهده کردم و اون اول ویدیو هم براتون اسکرین ریکورد گرفتم و میتونید ببینید و خودتون میتونید سر بزنید به این کانال تلگرامی. و اگر این کانال تلگرامی رو کسی بخواد سند قرار بده که من خودم عرض کردم از نظر شخص خودم تا زمانی ایشون خودش تایید نکنه سندیت نداره، شما میتونید رد و اثر این که ایشون از پادشاهی بهرام پهلوی حمایت میکنه مشاهده بکنید.
در همینجا من عرض میکنم که جای استاد دکتر امیر طاهری در این برنامه محفوظ هستش و هر زمانی که بخوان میتونن تشریف بیارن در گفتگویی و حالا یا پیامی بفرستن، حتی ما اون رو منتشر میکنیم اگر جوابیه‌ای داشته باشن در خصوص شایعاتی که مطرح شده. و الان در این قسمت از ویدیو میپردازم به بخش‌هایی از صحبت‌هایی که در جای مختلف دکتر امیر طاهری مطرح کردن. خب یکی از جملات بسیار معروفی که به نام ایشون واقعا شهرت پیدا کرده اینه که خطابشون به کسایی که حالا به تعبیری دو دوزه بازی میکنن، ایشون گفتن که پرچمتون رو از جیبتون بیرون بیارید. حتی خودشون هم گفتن که من خودم به عنوان مثال طاغوتی ام آقا، و طرفدار بازگشت پادشاهی مشروطه به ایران هستن. مطلب دیگه ای هم که منتسب به ایشون هستش و جناب آقای مجید محمدی عنوان کردن در یک ویدیویی که حالا لینکش رو هم من در دیسکریپشن میگذارم، ایشون گفتن که آقای طاهری ظاهراً چند سال پیش در یک روزنامه معتبر، ظاهراً دیلی میل اگر اشتباه نکنم و یا دیلی تلگراف، ایشون عنوان کردن که یک سری از پیروان ادیان که در اون ویدیو ایشون تشریح کرده، اگر اشتباه نکنم فکر میکنم که اهل تسنن بودن، حالا اون ویدیو رو باید با دقت تماشا کرد، که آیه طاهری گفته بودن اینها در مجلس شورای اسلامی مصوب شده که باید حالا یه لباس‌هایی یا یه نشانه‌هایی بپوشن که نشون بده اینها شیعه نیستن. و خب البته ظاهرا نتونسته بودن اثبات بکنن و حالا طبق صحبتی که جناب آقای محمدی مطرح کردن، خب ایشون هم هیچ معذرت خواهی یا اشاره‌ای به این قضیه نکردن ظاهرا. و البته خب باز هم میگم آقای امیر طاهری امکان دفاع از خودشون برای ایشون محفوظه و میتونن تشریف بیارن، حالا اینجا یا هر جایی بهش اشاره شد میتونن از خودشون دفاع بکنن. مطلب دیگه‌ای که بسیار معروف بود از ایشون و من خودم به شخصه از این جمله خیلی یاد گرفتم و همیشه تو ذهنم هست، این که ایشون فرمودن که من شاه رو برای ایران میخوام، نه ایران رو برای شاه. و این جمله هم من خودم به شخصه اولین بار از ایشون شنیدم و جمله بسیار معروفی شد، حداقل برای من. جمله بعدی که منتسب به ایشونه، یعنی در مصاحبه با آقای شهرام همایونی رو عنوان کردن، گفتن که سردار باقری قصد داشت تغییراتی در جمهوری اسلامی به وجود بیاره که یادتون باشه حتی رفت و به پاسارگاد سر زد، به تخت جمشید سر زد و در جنگ 12 روزه ایشون خب ترور شد. و البته خب خیلی پرسیدن خب شما سندت چیه و رو چه حسابی میگی ایشون قصد تغییراتی داشته، شما از کجا خبر داری؟ جمله بعدی ایشون هم که من خودم شنیدم در مصاحبه هایی که با آقای شهرام همایون داشت در همون بحبوحه جنگ 12 روزه، و ایشون پرسید که آقای خامنه‌ای رو خواهند زد و ایشون گفتش که نه، اسرائیل نخواهد زد، چون ایشون رهبری داره و حالت رهبری مذهبی و اینها رو نمیزنن، که خب دیدیم که اشتباه بود این تحلیل ایشون. مطلب دیگه هم که در ارتباط با جناب امیر طاهری مطرح شد، مصاحبه بود که با یک کانال فرانسوی داشتن در بحبوحه قبل از این رستاخیز دیماه مردم ایران، و مجری ازشون پرسید راجع به این که بوناپارت در ایران وجود داره و ایشون گفت نه، بوناپارتی وجود نداره. و خب خیلی‌ها انتقاد کردن که خب پس شما چرا شاهزاده رضا پهلوی رو در نظر نمیگیری به عنوان بوناپارت ایران؟ مطلب بعدی هم که ایشون اخیراً عنوان کردن این بود که
چرا بعضی ها از کشته شدن این همه کسانی که در جنگ اخیر کشته شدن خوشحالن. و مثالی هم که زدن سردار تنگسیری بود. ایشون گفت که جناب تنگسیری یک نابغه نظامی بوده و حتی شیوه های رزمی که در دریاهایشون ابلاغ کرده در آمریکا تدریس میشه و خب اینم خب خیلی ها بهش انتقاد کردن که اینها هر چقدر هم آدمای نخبه‌ای بوده باشن در خدمت این رژیم بودن و خب معلومه که مردم خوشحالن از کشته شدن اینها. و یه مطلب دیگه هم که در ارتباط با ایشون هستش این بود که ایشون در مصاحبه با جناب آقای شهرام همایون باز هم اینو عنوان کردن و گفتن که برای کشتن من $200,000 جایزه تعیین کردن که خب خیلی هم از همین قضیه انتقاد کردن که خب ایشون سندش چیه و کیا بودن، چرا ازشون شکایت نمیکنه. و در آخر هم باید اشاره کنم به این که ایشون من خودم چند بار ازش شنیدم که میگفت این قضیه پروژه هسته ایران یک چیزیه که این جاهای کشورهایی مثلا اسرائیل و اینها خودشون هم میدونن که اصلا بمب اتمی در کار نیست و جمهوری اسلامی داره بازی میکنه و اینا همش فیلمه و خلاصه. البته اینا تعبیرهای بنده هستش و برداشت من قسمت‌های از این صحبت‌ها. خب خیلی ممنون که تا اینجا یه ویدیو رو تماشا کردید. از دوستانی که لطف میکنن و ویدیو رو لایک میکنن، سابسکرایب میکنن، به اشتراک میذارن، واقعا سپاسگزاریم. شما میتونید در کامنت ها برای ما پیشنهاد بدید که چه موضوعاتی رو براش ویدیو بسازیم و ممنون از همه محبتاتون.